یکی از سمت‌های مهمترین سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی تأسیس جایهای نوی کاری برای ساکنان مملکت و بلند برداشتن سطح نیک و احوالی مردم کشور میباشد. این موضوع در پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تحلیل عمیق یافت و در نوبت خود به وزارت‌های مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، معارف و علم و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی دستور داده شد که جهت زیاد نمودن کورس‌های آموزشی برای کلانسالان، جلب بیشتر اهالی به کسب به خصوص بانوان و جوانان و آموزش کسب‌های گوناگون چاره‌های مشخص اندیشم. دستور و هدایت‌های پرزیدنت مملکت را مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهرنو مورد اجرا قرار داده با اشتراک دایره وسیع کارفرمایان و کارجویان یارمارکه جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد برگزار نمودند. در این یارمارکه 14 تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه اشتراک نموده 122 جای کاری خالی وکانسی یعنی پیشنهاد نمودند برای کارجویان و بیشغلان ناحیه. در این یارمارکه عین حال به 9 نفر راهخط داده شد به کارخانه و مؤسسه‌ها، 15 نفر به کسب آموزی اختصاص دوزندگی جلب نموده شد و 30 نفر را به قید گرفته از طرف شعبه به کارهای جمعیتی سفربر گردان می شود. در آینده نقشه داریم که چنین یارمارکه چاره‌بینی‌ها را زیادتر نموده شهروندان بیشغل ناحیه را با جایهای کاری دائمی تامین نماییم. مورد ذکر است که چاره‌بینی مذکور به خاطر تامین جوانان و مهاجران مهنتی به وطن بازگشته تشکیل گردیده بود. مرکزهای کسب آموزی کلانسالان که آموزش هنرهای ملی از قبیل ادرس بافی، لباس دوزی، قالین بافی، لباسهای خارجی و تکنولوژی معاصر را برآوردن در یارمارکه اشتراک نمودند. ما امروز در اینجا یارمارکه جایهای خالی اشتراک کردیم و از یارمارکه من کسب آموزگار را انتخاب کردم که من دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان را ختم نموده. برای پس کردن سطح بیکاری اهالی از جانب ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در ناحیه شهرنو یارمارکه‌های جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد به طور دائمی گذرانده می شود. مسئولین نیت دارند چنین چاره‌بینی‌ها را در مرکزهای جماعت‌های دهات نیز به راه مانند.